در ادامه آموزش بداهه نوازی‌های ساده تو این ویدیو میرسیم به شور لا. کوکمون هست می لا ر لا. توی ویدیوهای قبلی هم عرض کردم، توی این ویدیو هم سریع عرض کنم خدمتتون که این ویدیو مخصوص اون دسته از عزیزانی هست که ردیف‌های استاد صبا و اینکه جلد 1 و 2 رو که اجرا کردم و زدن، آمادگی دارن، ردیف‌های میرزا عبدالله بخشش رو زدن، حالا آماده میشن برای بداهه نوازی‌های ساده. و اینکه توی همه ویدیو عرض کردم که هدف از تولید این ویدیوها خدمت و کمک کوچکی است به اون دسته از عزیزانی که دسترسی به معلم و کلاس ندارن. خدای نکرده هیچ وقت ادعای پشت هیچ کدوم از این فیلم‌ها وجود نداره. علامتمون هم هست سی کرون. سی کرون. با هم میزنیم. نوتمون هست لا سی لا سی لا با یارش لا سی لا سی لا سول رو سول میدیم سول لا و اینکه همینجوری آرشه رو لا میکشیم، سیم سوم و چهارم رو میتونیم بکنیم. سول لا سی دو سی لا دو سی لا سی دو سی دو سی دو سی ره دو سی لا رو سیم چهارم ره دو سی لا. نوتمون هست سول لا سی دو ره دو با یه آرشه سول لا سی دو ره دو ره می ره دو سی لا سی دو سیل یه اشاره به لا کوچیک میکنیم دو سیل دو ره دو سی لا سی لا پس شد دو سیل دو ره دو سی لا سی لا. زدم میره دو ره می رو می مالش داریم میره دو ره می فا میره دو ره. حالا یه نوت پایین تر مزه میخوام ره دو سی دو ره میره دو ره دو سی دو سی لا سی. لا سی دو سی لا دو سی لا دو سی لا تکرار دو سی لا دست خودمون لا سی دو سی لا 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 دو ره سی دو لا سی لا دو ره سی دو لا سی لا. سول فا می ره می فا سول لا سی دو سی لا سی لا. می فا سول فا می ره دو. یه نوت پایین تر ره می فا می ره دو سی اجرا میکنم. سی دو سی تعدادش از خودمون سی دو سی دو سی دو سی دو ره دو سی لا سی لا سی لا. سول لا سی دو سی لا سی لا سی لا سی لا. سول لا سی دو ره دو سی زدم لا سی دو ره می
سول لا سی دو ره لا سی دو سی لا سی لا. سول فا سول فا می فا می ره می ره دو ره. یه نوت پایین تر فا می فا می ره می ره دو ره دو سی دو. تعداد لا سی دو دست خودمون لا سی دو لا سی دو لا سی دو لا سی دو لا سی دو. می ره می ره دو ره ره دو ره دو سی دو. ببخشید دو سی دو سی لا سی سی لا سی لا سی لا با گلیسان دو سی لا سی لا سی لا ره لا. لا سی دو ره می فا سول لا سول فا سول لا ره لا. تقدیم همه شما عزیزان.